چرا در نمازهای پیشین و عصر امام با آواز پست قرائت می کند و در نمازهای باقی با آواز بلند؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برای امام واجب است که در نمازهای پیشین و عصر با آواز پست و در نمازهای باقی یعنی بامداد، شام و خفتن با آواز بلند قرائت کند. سبب اصلی آن این حکم خداوند و طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به همین طریق امت را تعلیم داده اند. چطوری که می فرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی، چطوری که مرا دیدید نماز میخوانم همان طور نماز بخوانید، یعنی به مثل نماز من نماز بخوانید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که به همین طریق امت را تعلیم داده اند، هیچ چون و چرای در این مسئله باقی نمیماند. البته منشأ آن چطوری که صاحب اعلاء السنن به حواله کفایه بیان فرموده است، از اینجا سرچشمه میگیرد که در ابتدا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه نمازها را جهرن یعنی با آواز بلند قرائت میکردند. وقتی مشرکان آواز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را میشنیدند، به قصد آزار دادن و به تنگ آوردن پیامبر خدا شور و غوغا میکردند، با آواز بلند شعرخوانی و تحقیر و توهین میکردند. به خدا و قرآن و آنه که قرآن را می آرد دشنام می دادند تا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از قرائت باز ایستاده خاموش شود. پس خداوند متعال این آیت را نازل فرمود: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. و قرائت نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان، بلکه بین این دو راه معتدل را اختیار کن. در این آیت خداوند متعال به پیامبرش حکم میکند که نه در همه نمازهایت به آواز بلند و نه در همهش با آواز پست قرائت کن، بلکه حد معتدل و میانه را اختیار کن. یعنی نمازهای شب را یعنی بامداد، شام و خفتن را با آواز بلند و نمازهای روزانه را یعنی نمازهای پیشین و عصر را با آواز پست قرائت کن. بعد از نزول این آیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نمازهای پیشین و عصر را با آواز پست می‌خواندند، زیرا این وقتها مشرکان برای آزار و اذیت دادن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کاملا آماده بودند. اما نمازهای بامداد، شام و خفتن را با آواز بلند می‌خواندند، زیرا مشرکان در وقت شام به خوردن طعام مشغول بودند و در وقت بامداد و خفتن به خواب مشغول بودند. بعداً اگرچه مسلمانان عزت یافتند و مشرکین نمی‌توانستند آزار دهند، ولی حکم آن باقی ماند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تا دم مرگ به همین طریق نماز می‌خواندند. به همین سبب فقها و مجتهدین امت در نمازهای پیشین و عصر با آواز پست و در نمازهای بامداد، شام و خفتن با آواز بلند قرائت کردن امام را از جمله واجبات نماز شمار کرده اند. اینجا سوال به میان می آید که پس چرا نمازهای عید و جمعه را جهری یعنی با آواز بلند می خوانند؟ زیرا این نمازها هم نمازهای روزانه است و طبق گفته های شما باید مثل نماز پیشین و عصر سری یعنی با آواز پست خوانده شوند. جواب این سوال این است که نمازهای عید و جمعه در مدینه منوره مشروع شده اند و عذرهای مذکور دیگر باقی نمانده بودند، زیرا مسلمانان عزت یافته بودند و هیچ آزار و اذیت به پیامبر و مسلمین تهدید نمی کرد. به همین خاطر نمازهای عید و جمعه را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جهری یعنی با آواز بلند می خواندند. والله اعلم بالصواب.